چطور گریه تمام؟ چون که ما خیلی دیر میشه آبی خوش نمیدیم. چند سال میشه؟ چند سال؟ 5 سال. بعد از این کارگردان از ما پیش خیلی سی تفاهم بد ولی شد که یا مثلا در بین خود جنگی یا قاره. اولای سریال نبود. ما مثلا فکر نمیکردم دیگه که مثلا داخل این سریال مردم در این حد نقش از مرا خوش کنن. رسانه مردم. صبح خیر. صداهایش برآمد. خیر اون خوب چی باشه چرا خندن میده خیر او حرکت خیلی نه حرکت پیش چه میده نه شما کار نکنید تا خود کار نکنید شما هم هست سلامداری خود درست از مسئله خنده کن. چه؟ چیز کار؟ صدا رفته. صدا تمام نمیشه. ای از شما یک سوال پرسان کنم. امیش مردو کمی قصد جنگ و جنجال منیم. دیشم سخت نیه؟ هموز بس که ما همیشه چون شرطایم جنگ بده بلدیز ما بخواست. بلدیز ما بخواست دیشتن 30 و چند قسمت جنگ ده. ما جنگ هم جنوید سرس ما اکسر گفت گفته ما گوش. نه ما فهمی سر سود ما بده دفتر نیخواد. بلدیزی که شرط خوب واقعیم بازیش نه. لذی سلام نمیدیم که موزیزی که قار کنیم خود جنگ بیدنی. اکسر به جنگ دی. چند دفعه قار کردین؟ قار نتی ولی قار راست کنی ولی نتی خوب لی مثلا صبح دم خود قار گرفتم که فکر کنم قار جنگ واقعیش نه. جنگ خوبش باید. میم اونو چیه بود شارت مایک بکنم زبیر کوی که کدمتش کار داره بگو بیا مهناز از کار داره یک دفعه برو خو تلفن برکده نه؟ تلفن درو باید چی کنم بانی جواب بدیم نپایم. آفرین کی یک دفعه زبیر کوی کن زبیر سره بگو مهناز از کار داره بیا برو مهناز کار داره؟ آره بگو یک بیا برو زبیر بینجی بسم الله اکتا زبیش درافت ایتر بیا شورت هستم امی یکان وقت شده که یکان شورت مقدر خراب شده شد که کارگردان بخی نامید شده شد دیگه گفتش بس دیگه مرتی از شوتینگ آره کدام شورت بوده جواب ده که خالایگون نو کم ده ها یک دفعه نه چند دفعه از خالایگون نو کلا نمیچده یک دفعه که راه رفته بخی زیاد شد اینجی دیگه در دفتر هم تازه کم دادک آقای کازمی اصابش خراب شده دیگه شورت خراب نشد لسه یک سره حساب نشد دیگه حساب میشه 30-40 بیشتر میشه دیگه بودیم که کلی که یک جای گیر منیم با بریم کاوه خراب شیراز بود دیگه چی چیستا بود اندیشه بود چیستا بود چیز کار منین چرا رفته دیالوگا یک تمرین ننید دیالوگا بود تمرین کنم از ما خلاص نقشم بخیر مهدی امو یک دونه شورت بکتشت که آبی خراجیم کدی بغلم کدی نه گریم کدی امون جی از راست کدی گریه کدی امو مثلا چی قسم تمرین کدی که من گریت باید از راستی گریه چیز کار کدی خالایی که بود نو بوده خب بلدیز او خیلی سخت بود دومی که مثلا اون موبایل ما بغل میکرد نه او بلدیز او خیلی سخت بودم جدید بودم بغل کدو دیگه او را تقریبا یک روز تمرین کردی گریه تو امو گریه تو من جی راستی گریه دیگه او طبیعی بود بخی چطور گریه تمام چون که ما خیلی دیر میشه آبی خوش نمیدیم چند سال میشه؟ چند سال؟ 5 سال. خود چیز گفتنی داره ولی تمام امزو مادرایی که بیننده هسته تمام مادر فرق نمونه دیگه چی اولاد چی مادر نمیتونه از دیگه دور باشه دوری خیلی این رقم دوری چی اولاد از پدر مادر خوب چی پدر مادر از اولاد خوب واقعا خیلی سخته خصوصا اگه اولادایش مسافر باشه ما نقص گفتنی دارم دیگه هر کسی که مسافر داره هر پدر مادر که اولادش مسافره دعا فرمودشه انشاءالله که تنش سالم باشد و واقعا دوریش کست دوریش واقعا غیر قابل تحمل خیلی سخته ما سخته میخوایم بلدیده فقط صبر و حوصله حنانه
حنانه او چیز کده قاری؟ یونس قاره حنان جانی تا حال مجبور شده اگه شارت که خود دوست نداشتش بازی کنی؟ آره کدام شارت؟ شات مثلا اگه نقش که خود خوش نداشتش ولی مجبور باش بازی کنی دیگه هم نقش تو برش نه همین نقشیم انباق کبرا آها خود چرا شارت خوش نداشتی؟ خود دیگه نقشی مثبتی نبود اگر میخواستی که نقش تو چین شده در جای اگه کسی که نقش بازی کنی خوشش نقش از که داشتشه به جای کبرا آفرین از او کم بخش باش خود باشه آفرین ما مرم از کلگی یک سوال منم خم اون مرکم که در توی از کلگی رفتم سوال کردم حالا مرم از کلگی یک سوال منم سوالی که در ذهن شما است ما خبر دارم که در ذهن چی سوال است و من مرم از کل کاراکترهای ما یک سوال منم حالا باید اونا رو پیدا کنم بدشیم تا که سوالا رو پرسان کنم از اونا کاکای آردو کاکای را ابراهیمی کاکای و خدام کاکای را قنجقه محمد را مطمئنا داشت بس خانه پیدا منیم که اونا دیگه منن اولا کلی که منتظر از است که منتظر دیگه است که نان پختم شه که بریم چک کنیم ما مرم کلی گر بدشیم پیدا منم کی در کجا است ملک تلفن مهدی را بینجی ملک تلفن مهدی را بینجی عزیزم سریال خلاص شد نه فصل اول چی دیگه خب از کل یک سوال کدام از تو یک سوال منم خب از باره اسپانسر میخوام از تو سوال کنم خب اگر حمایت اسپانسر نمو بود در سریال نه مو چقدر در مشکل برام خوردی در کدام صحنه ها مو در مشکل برام خوردی در کجای سریال مو در مشکل برام خوردی به حمایت اسپانسر هم بود از موخت کاری نمی‌کنه نیست دیگه اصلا کاری نمی‌کنه بیشتر در کجا مثلا مصرف زیاد شد و بیشتر در کجا مو شاید عروسی رو بیشتر نمی‌تونستی خب شاید عروسی چون واقعا مصرف زیاد داشته خیلی پیسه زیاد مصرف شد اگه کس نظرش من یا شاید رفته شه یک تو یک جای گپ داشته تمام او حتی سالن پیسه در کار داره مهمان هر تمش من توقعات زیاد پیسه رکشه از اینا رو حساب کو نان برای زنا بیت کلگی حمایت اسپانسر اگه نباشه ایجاست خوب دیگه یکی اگر بیرون از جای یک لوکیشن دیگه پیدا کنیم مثلا کرایه موتور اینا همش امی حمایت اسپانسر که پیش کلا چینل باید حمایت اسپانسر باشه تا پیش بره غیر از نمیشه خب حالا راستش اسپانسر رو هنوز هیچ کس روش نگده هیچ تبال را ننده کاش که یک دفعه میماده کاش یک دفعه میمادوش میکرده که اینجا و دیگه همکاران معرفی میشد دیگه خاطره ازی که در پشت مثلا گوشی گپ زده شی یا جلسات در پشت گوشی هماهنگی چیزا باشه اره از اون خاطره دارم که صحبت کردیم و برنامه ریزی کردیم غیر از موزیک باشه تو ما چیزا بگیم ولی یعنی اسپانسر هنوز اوش نکتیم دیگه او کسای سرپوی آفرین خوب شد سرپوی کاکای او یک رمز است دیگه بین از ما کاکای که است بالاخره کاکای که از آشپزخانه برو گیر کرد کاکای در آشپزخانه گیر کرد کاکای در این سریال خود نقش است که رو قضیات مهم فکرم کرد اما یک نقش خیلی مهم بر شد مهدی از اول فکر نمی‌کردم نقش مهم باشه و قصد نقش خاص باشه نقش عادی بود بسیار نقش خوب شد نه یعنی خیلی خوب کار کرد خیلی طبیعی کار کرد بهترین کار کرد مهدی و ستایش فرزانه نام اصلیش ما میگیم ما نام فیلمش میگی آردوشی بسیار بچهای خوب هم هستن ستایش هم بچه؟ نه دختری خوب بچه ها در من بچه ها گفتم دیگه خیره آردوش بسیار عالی کار میکنه بسیار دمشون گرم خوب بچه ها هم هستن بدوک گیر کردیم نوسته بدوک گیر کردیم نوسته بدوک کجا مریه؟ بیرون مرم چیز کار؟ پشت وسایل زبی بیا اینجا دستوم کار دارم پشت وسایل سخال بده اسکانس بری کار از خاطر نمیداد بری باید بره امزی چی خوب امزی نقش چی قصد راضی بده نقش 100 راضی از من قصد راضی بده هستم راضی بودن چی بگم پس که سرم کار نشه خب در مقابل از مثلا مشکل نداره نقش بازی کنی نه اصلا مقابل هر کس باشه فقط نکو از برای ما تعریف بگونت ما خوش در مقابل سنه باید همیشه نقش ما مقابل مهناز باشه آفرین سیارک بازیگر خیلی خوبه او تو از مسخره تعریف میاد راستی خبر داریم ما در مقابل است که نقش بازی کردم نه بازیگری خودم خیلی خوب شده خب بدون که مثلا شوخی بگیم یا واقعا گفتم بازیگری خودم خیلی خوب شده خب تانکیو دیگه زبه تو از نقش چی قصد راضی بده ما از نقش خیلی راضی بودیم مقصد یک رقم نقش بوده خود در یک جای سر می‌خوردیم که شرایطی نبوده مثلا در دکان مستری ما سر خوردیم روی مملاین دادم مثلا سر موتور از زابور دادم
با صابون نبود روی پوشم قطعای دی کالا قط پودر کالا ما روی خشتم دوبال دانای روی پاک نشده دیگه فقط این میش ما کم چیز دیگه راضی بودم 100%. خو نه دیگه سعی کو یک دفعه هر نقش نزدم تو توانایی دم شخو تو اون موقع تواناییش داشت اون موقع نقش شخت را تو داد سخت دیگه ولی راضی بودم خیلی. اون تو دفعه اول من بودم خب چون هنوز در چنل در یوتیوب جای کار نکردم دفعه اولم بوده که ما روز اول که بخشم شروع شد یکم استرس داشتم که قسمت اول اگر بیننده چه منده شه که پشتکری بود دقیق خاک زدن بود چی بوده دیگه بلدیم خیلی سخت ما روز اول صبحش که گفته که شوتینگ خیلی مثلا یک رقم استرس میگرفتم. تمرینش داشتی؟ تمرینش میکردی؟ تمرین خیلی کم زیاد نه ولی بازم خیلی نقش خوبش کردی. دیگه چون دفعه اول بوده راضیم از نقش خودم هم راضیم فعلا. سعی کنم گوام متعاد سعی کن. برو سر لازم تاب کن. محمد چیز کن. خلاص؟ هاش مرتوز کنید. اتاق رو باید تاریک کنید. باید شاو باشه نه؟ شاو میره؟ کیست در سر صحنه؟ سر صحنه را قنجقه آجای تاب بابا؟ نه تاب نی آجای فوت کده و را مفتاب دیگه آجای دنیا رو زد؟ آجای خواه بیوش خوش پشت سر خوش میچ کردیشم ده تاب کده از بلیم سطور؟ نه فوت کده دیگه رای مرد نشیستن دنیا آجای فوت کده سخار کنیم تهدید نیست آفرین آقای تبریک آفرین شد فعل کلاش دیگه شد شب خراب بشه شونه از 3 روز بشه آی مهناز پس جمع نه جمع کنیم جور کنیم دیش سکار شده روی مرده و زنده سیاه شده. چیز؟ سمگه چیز؟ فرزانه قد با کل ستاده این وسایل رو توپ بساعده وقت شد بچم که این چیز قم جلسه داره اینجا شما سکنید این باکول که زیبو پیدا باکول از گاز زیبو داشت باکول امی کمنتارش میخوانی؟ چرا کمتو مره بیشترین کامنت باره سوی دیگه نه؟ وقتی کامنت های بینندار میخوانی چیز حس داره؟ فقط عمیق مثلا در کل بلده بگیم اولای سریال نبود ما مثلا فکر نمیکردم دیگه که مثلا داخل این سریال مردم دیگه حد نقش از مرا خوش کنن یک قصد کامنت های خوب اصلا کامنت کلن خوب بهترین کامنت پیدیم خلاصه یکی کس در نظر لطفی مردم و خیلی خوشحالی خواست طرف از تو ما تشکری من از مردم و همچنان تشکری بسیار ویژه از تمامی کسایی که بلدزم کامنت میدن دمیتان گرم علی از دست کارگردان اگر اگه شکایت کنی نمیگم کنجا خود چکار؟ نقد خود چی نمیگم بگید که سرمو قارم شده یک دیگه یک چی که تلفون جمعونه خب کارگردان خود چی بوش نمی هر چیز که خواستی بگی تلفون جمعونه دیگه ما بیکار میشی چیز کار تلفن بازار جمعونه تو چی مونه دیگه خب اسکریپت رو بخوانه نه دیالوگای خب بخوانه خب خود تو چکم محمد همین تلفن رو جمعونه خوب مونه یا نه مسئولی تلفن جمع بوده مایی مره تلفن جمعونم دیگه کلگی مصروفیت نده خونمو اسکریپت رو باید بخوانه کلگیش اگر چی خوبه من آره کم سخته به موبایلی هر کس که به جای تلفن بخواه دیگه قد از ما طرف دبلی هدف چشم نه جرمکیش هم بگی جرمکیش چیزه جرمکیش این چیزی که نفر میگست بلده کلگی باید مایوا بگیره یک روز که مایک رو بگیره وشه راست یک روز بسته باید مایک بگیره مایک از ما خیلی گرنگم است دیگه نفر رکشته بخکنک یک پیام خب بلده تمام کسایی که
بلده از ما همیشه کامنت های مثبت و روحیه بخش میده. از طرف کل چینل یک پیام بده میتونه بگیم. اولا تشکر از کسایی که همیشه کامنت های مثبت میده در هر قسمت کامنت بیا برو راحت باش. در هر قسمت واقعا یک چند نفر ما از قسمت اول تا قسمت که نشر شده چک کردم کامنتاش یک چند نفر هست خدای خیلی عالی هم کامنتاش عالیه هم همیشه هستن قد از ما تشکر که هستین دمو روحیه میدین که بیشتر از این ادامه پر قدرت تر ادامه بدیم. باز ما حتی لیستم کردم یک چند نفر نام یک چند نفر خواه این بلیت میخوانم خواستنی بخوان شایسته تر بخونم که صدای مورد لطیفه صفدری، روح الله کاظمی، سلیمه حق جان، ناصر کاظم حیدری، اسدالله سادات، روح الله ابراهیمی، مهدی کریمی، رضا پناهی، زهرا، جاوید براتی، قدرت الله محمدی، دیگه علی کاظمی، انور ابراهیمی، جاوید کریمی، جاوید ابراهیمی، ناصر محسنی، نوید ابراهیمی. یک دانه است نامش در فارسی بود خیلی جالب بود ولی من دست نکنه در هر کامنت در هر قسمت هم کامنت میداد نامش در فارسی جانوک بود شاید خوش بفهمه دیگه. یک دانه دایی کندیوال، شاه زمان عزیزی، دیگه شریف رضایی، جاوید کاظمی، مونیس کریمی. ما میقدر دیگه یک دانه هست راستی جاوید آفشل. این ما یک چی دیگه یک اسم کوچیک دیگه داشت خب اون خواندن نمیشد ما خواندن نتونستیم دیگه شاید خوشی بخونم لاله از مو درخواستم که داده که حتما کامنت از نامش رو بخونیم در پشت صحنه اگر خواندیم از دیگه را باز ما نام از نارم خواندیم دیگه نام کامل شه او یک چیز دیگه بود خواندن نشد خویار چرا لیست کرده بخاطر از یاد این خدا امیالم چون بیسخط حنانه بود ما درست خواندن نتونستیم دیگه بخشی باشه و حنانه خوش اندتم جور باشی باش که رفته بیرون گرفته نیلو کجا رفته دروازه باز بودک مهدی رفت بیرون خوزه بین چه سوچ مدر تو یک کم کار درم خراب نکنیم بابا جلوم اینو بر بگیرم خیره فقط یک پیام بلده بیننده ها بخواه بلده کسایی که مثلا همیشه برنامه از مرتقب مونه و همیشه از سقد از ما ویدیوهای مرتقب مونه یک پیام بکن قسمی که خواهد نفر مهناز جان وقت برای انسان خیلی مهم است بعد از اینا که مثلا نمی فیلم ها که 20 دقیقه یا نیم ساعت یا کم 45 دقیقه قدر وقت رو بر ما میتن خیلی با ارزشه و همینطور دیگه ما هم خیلی زیاد تشکر میکنیم ان شاء الله تا آخر ما باشن بخصوص کسایی که نوشته میکنن اولین کامنت یعنی واقعا در تیم رسانه کس خیلی قابل قدر با ارزشه چون هرچ نباشه ببینید خیلی منتظر میمونن خیرون خادم جان که بگه سولی خاتون شون لیدر نمیخوام بگه هم بشه خاتون شون لیدر بگی جدی خرو آقای کاظمی سالک چه قصد جدی شده برو متا من گفتم که نام خادم رو نگر نام شوی مردم نگر یا پیکم کاظمی زدم کنم یا نه ایسو چیکار؟ والا اگه نزدی برو نه خیلی بخواه روی چی ستاد میشی؟ 3 2 1 آخرین بار خوشحال که نام خادم رو میگیری مردم نام خدا رو میگیرن خادم این دفعه اگر نام خادم رو بگیری به خدا دان تو میدانم غیر که خادم که خاتونشون لیدره خندانی تو خادم جان با خدا خود پاور میشه تو چند دفعه گفتم که نام خادم دادن خونه رو مردم نام خدا رو میگیرن اون خادمه این دفعه اگر نام خادم رو بگیری دان تو میدانم غیر خادم که خاتونشون لیدره تو باشم نمیگی این دفعه دیگه نامشون خادم رو دان خونه رو بودی خندانی فرونی داشت من در آمنده شیران مردم دال بینید حالا امی رقم کارا گری؟ نه به خدا این تو کسی نندیاب تو من ما بخیم ممکن که اینا باید دختر میشد ما بچه میشد محمد تو چبوک رئیس کشات داره ماکارونی هنوز پختم نشد ما بلد نیم وای این رقم خواه وزی اوجش خیلی مزه میده خیلی خوردی؟ یک وقتا تا که آبایگون از ما که دیگ میکدک حالا مراد میکنیم خارم مشید او خیلی قار میشد خیلی مینا با بینا کجای دک بابا
باید بابا کبرای برای چوکی بیشی چهار نمیشه برای چوکی بیش پس کی شو نه شورت سخت است همین پس کی بخوره با خدا سرمش دبره چی بخوره صد دفعه شد خراب میشه ادامه شاتن ادامه شاتن چی احساس داری؟ ترس بخوره احساس نپسند چی والا خدا بودی قسمت چندمه 25 چیز کار من اینجا این ما تازه آبیخ پیدا کردم باید خیلی خلای هم روز اول چکم ده خیلی سخت نقش روز اول وقتی که ما کوی منم باید خلاصه بودو دیگه بغل کنم اون نقش را بند من نمیتونم تو خیر اینجا تمرین نشوش چونه اون یک دونه بچه رزم هم داوش سخوری لالما غراب ساشته بچه خوش نکتم گوش میگم گوش خوش باشون خدا تو خاکی مالک نه خانم رو مردار کدی ای بابا یه خوب قارسته نموشون بور باش کس یکی مردارش نه نسوار دنیا همین سوار این دواییه وی 3 2 1 باش خدا تو خاکی مالک نه خانم رو مردار کدی ای بابا یه خوب قارسته نموشون بور باش کس یکی مردارش نه یکی مردارش نه کجاش بکن چوب جاش یکی دمش بورش نکشته خنده که الهه آمود دیستای دار کردم قربان باش خیلی گوش ها دیدو خودتم 10 آدم میشید بابا چی خسته دیستای بیخی سرخ شد قربان دستا زیاده دستا زیاده از دختر پسانم بچه که شامل نمیشه خواهی شامل میشه احساس چین شما خیلی یک دنه خنده دارتره خاطر از این سریالی چی دختران ارباب اگر گردنشونی دیگه چی من خنده دارتره این چی دیگه و یک دنه ما بگیم خب یک روز سر صبحگاه ما آرایش میکردیم که لگیم دخترها دو تقسیم میخود یک تقسیم اول می باز یک دنه دیگه دو میخود دو موشا یا دو رکشه از سیم واسه یک روز که ما دخترها ما مهناز رو من دیشنی کردم البته بغل کشیدم خب هنانه رو بغل کشیدم الهه مندک الهه که مندک بعد از این ما قرار دادیم دیست ما خط چیش میکشیدم ما نشد که باشم بغل کشیدم خط چیش میکشیدم دیست رو پیش کردم بعد از این کارگردان از ما پیش خیلی سوء تفاهم بعد ولی شد که یا مثلا دبین خود جنگی یا قاره ولی دیگه جلسه گرفته شد ما ایران منده که چرا جلسه یک وقتا داخل جلسه سینیم که هیچ کس از کسی قار نیه فقط دور ما مترز چی کی نشد مو کلی که اونجا نه مو کلی که اونجا ایران منده که چرا جلسه گرفته آخر پرسان نصیحت آخر پرسان چیز گوسه میگه الهه و کی ستایش جنگ ده بغل لگه بغل لگه خود الهه دره کدن خاطره امی بود دیگه سریم یاد من خو هنان تدره نه کدن خاطر خنده دار بس پشت صحنه نه که ستایش ده نه نه خاطر اینجا ستایش دو از آخر شد ولی نه شارت خنده‌دار تازه اینه چی تازه باردار شدم در شارت خنده‌دار بود محمد خوبش رقص میکرد اون حساب از دروی صحنه سلکن از پشت صحنه قدر خنده‌دار خواهد لذت مفته دیگه ما خب خیر راستا من دایت من خبر کن ستار از عوامل پشت صحنه خو یک نفر که خیلی مثلا زیاد زحمت میکشه ولی بیشتر وقتا نادیده گرفته میشه توجه نمیشه زیاد بیشتر وقتا نه همیشه نادیده گرفته میشه کامرامن لازم واقعا خیلی زحمت میکشه واقعا یک روزایی شده که خیلی مریض که بوده اما مو شاتار پیش برده مثلا شوتینگ ها رو داخل رسونده یک نفر تنها کی هست
بخاطر راست میگم هیچ کس احتیاجی نمیکنه. هیچ کس سوال نکنه مثلا که خب همین یک تشکری کنم. البته کامرامین وقتی ویدیو روش کده چی نشو پرو نشنی پرو نشو. آقای کامرامین عزیز واقعا دست و درد نکنه. انشالله همیشه موفق باشی. نه گفت تویی که مویی. تویی که مویی. کبرایی جانم اگر قرار باشه از عوامل پشت صحنه یک نفر را قهرمان فصل اول بگی کیه و چرا؟ الهی از عوامل پشت صحنه کسی اینا آدم نمیتونه یک نفر بگه نه؟ آره. چون کامرامین بلده قهرمانه چون یک روز کامرامین مریض شونه تمامی شاتا آمد و آدم در خانه خونه نه؟ آره. یک قهرمان ایدیتور بگی ای شاهکاری دیگه واه واه ای دیگه قهرمان کارگردان بگی دیگه بیخی هم پایه و اساس زمین سریال دیگه نه ای دیگه قهرمانی اسپانسر برنامه رو بگی نباشه بازم میجسته پس ما میتونی بلده هر کدوم از ما لقب قهرمان رو بله دیگر تمش جای اختره. خب یک امی خود تو متوجه است دیگه که چقدر هم ویدیوهای از ما سوسو نشر شده ویدیوهای خود پیپل میدیای سوسو نشر میشه عکس‌های از ما چقدر کم دادن از ما جور میشه نه فیک بلده امزونا چیز گفته نداره الان بخدای تو نامر دست نمیا این حداقل نه اجازه بگیرن اجازه بگیرن پیام میده تراکتور آماده تراکتور بیا اوه ماشاءالله خوش کجا خانه اربابه این چیزا که اینو کامل سادانه سه ماینل دتش در روز خانه ارباب رسیدم بلده تو باینسی که بور خیلی شاهکاری‌های زیاد است باز اینجوری گوداری استرام است چون یک جای گوشه انتخاب کردم یعنی چیزا طبیعیه من خب سوال دی بوده که بلده تو چی گفتنی داری نه آره میفهمیم اون ناراحت نمیشه ای که یا چرا میگره ویدیوهای ما نشنه یا عکس میله یا چرا همچین رفتارای من از این ناراحت میشن که اجازه نمیگیرن حداقل اجازه بگیر حداقل لینک برنامه را در پایین چه بزنه بگه که مثلا اصل ویدیو را یا اصل از برنامه شما میتونین از طریق کانال یوتیوب رسانه مردم دنبال کنین میگن کس بدون از لینک برنامه رو بله قرار ما را خودون چه میله کوین همه زحمتی که مو میکشی به خدا شو تا صبح از صبح تا شب همش زحمت میکشی خب حداقل یک کم ذره درک کنن فکر 6 بجه صبح مو بال میشه می نمیجی بیشتر وقتا بخی 8 9 بجه شارمانی نه حداقل بشن فکر کنه بگم یا خود زحمت خو میکشن اما هم دوست بانوان یک طرفدار با یک کمک ذره باید مو حمایت کنه یاره درست ما مثلا از برنامه سالم درآمد خودم یا ویو بال مره خود چی میشه که ما اینا رو معرفی کنم بعدی خو ندارد که حداقل یک اجازه بگیر اولی که نکنن اگر کردن هم اجازه بگیر و حتی مو پیجای فیکی که در نام شخصی خودمون مجور میشه باش نمیر دباریزی بگیم مثلا یک دونه امو که تو بلدی سویش نه یک دفعه نشون دوستان از شب بخیر دوستان از صبح بخیر عکس میله اورم از بین ویدیو امو خوب کچکول که باید مور عکس میگیرن اسکرین شات میگیرن نکنن اصلا چرا پیج فیک جور نخو امور نشک نه مثلا ما طرفدار شستم یا فن پیج جور کنه ولی اجازه از خود صاحبی عکس بگیره بعد از بخی یک دونه عکس تو بین ویدیو کات کنی بیلی باز یا بوری رسما نام رسانی مردم نبیلی یا بوری نام نفر بیلی و همیشه عکس استفاده می تو مثلا دوستا شما اگر کامنت زیاد دادین کامنت اول ما شماره خیلی در صورت که کدام یک از کارمنده از ما بخوام یک شخص درش کدام شی بسیار بد است نکنن می کارای خرم خب امی کاراکترها از ما بجز از این نقش بازی تو آیا دیگه وظیفه هم داره در پشت صحنه طبعا که داره باش ما امی جایش ما معرفی کنیم آفرین کلگیش معرفی کنم خب بل کلگی خبرش نه از خود شروع ما کسیم جدا ذکر اینجا بازیمونم هماهنگمونم دستیار کارگردانم هستم دیگه چی کاریم خیلی کارهای اضافی که ممنون دست رسویه مشاور دیگه خود کنار ازنا همکاری تا حدود رو درم دیگه کسته باکل مهدی کسته همراهی شوی سو نامشی سخیداد است دیگه بسم الله نامش خاله در فیلم زبه این سه دنه کسته جدا ذکر علی رضا آفن علی رضا این 4 دنه کسته جدا ذکر بازیگریم نه اینا صدا بردارای از مویه دیگه آقای ابراهیمی کسته لایتر مو نامش چی تصویر چی نور پرداز از مویه دیگه که آقای خدام کسته کربلای مومگی خرج رسانه محمد شویز ما خادم کسته مسئولی نظم است دیگه که دیگه اونو مهناز خود چه نه یعنی خود از دختر که هست مسئول پشت صحنه هست دیگه ستایش که هست طراح صحنه هست نیلو که هست چی میگورم
دستیار کامرامین است. البته تصویرها که ما میگیریم باید در مورد شماره گذاری کنید اما شاتایی که صحیح است و او هست در او بخش همکاری داره. دیگه باش کی داریم دیگه کیه؟ خلاصه هر کس بجز از یک بازیگری میره یک وظیفه هم داره. آره هر یک از این کرکترها هست واقعا دست